بالا هر چقدر ارادت داری به ارباب بی کفن ابا عبدالله بلند صدا بزن حسین. خیلی ممنون و سپاسگزارم از همه ذاکران و نغمه سرایان اهل بیت علیهم السلام. محفل ادامه داره، چند دقیقه بهره خواهیم جست از حضور برادر ارجمندم، چهره ارزشمند اهل منبر، کارشناس معارف اسلامی، پژگر علوم دینی، برادر بزرگوارم آصد میرهاشم حسینی عزیز، و بعد هم انشالله حاج احمد آقای نیکبختیان آیین بدرقه پیکرها رو برای ما انجام خواهند داد. من این تشکر ویژه بکنم از همه شما ملتی که زحمت کشید اومدید یه چند جمله با رئیس جمهور شهیدمون حرف بزنیم و انشالله مقدمه حضور حاج آقای حسینی باشه انشاءالله. ای روح پاک تو غزل، خدمت برای تو عسل، ای مرد ایمان و عمل، در چشم تو نور امید. همه با هم این بخش رو با من همراهی کنن با عبارت رئیس جمهور شهید. در چشم تو نور امید، رئیس جمهور بلندتر. در چشم تو نور امید، شهید. ای غیرت تو استوار، ای قامتت مردم مدار، ای در مسیرت پایدار، در چشم تو نور امید، شهید. ماشاءالله ماشاءالله. لبخند مهرت جان فزا، لبخند مهرت جان فزا، ایران ز هجرت در عزا. ای خادم کوی رضا، رئیس جمهور شهید، در چشم تو نور امید، رئیس جمهور شهید.